بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادرانم، میخواهم آگاهتان سازم از یک خبری ناگهان خطرناک و بزرگ و آن تعلق دارد با این کتاب. این کتاب مانند قرآن را دارد و من باوری کامل دارم که هر کس این را در دست من بیند خیال میکند که قرآن کریم است. نخیر، این انجیل است. کتاب قرآن کریم نیست، کتاب اهل نصارا است و این مانندی قرآن کریم را دارد. بینید که بسم الله الرحمن الرحیم و انجیل به مانند قرآن نوشته شده است و صفحه اول را اگر ما در نظر گذاریم میبینیم که الحمد را به مانند همون خودش نوشته اند و بسم الله و نام سوره فاتحه را همچنین و صفحه میزنیم و میبینیم و مثلا یک آیت را میخوانیم: فاخذهم الغضب منهم فاخرج الیه ابوهم متوسلا. و همچنین بینید که سرصفحه ها را و نامه های سوره را همچنین به مانند قرآن نوشته‌اند. نگاه کنید که همه که نظریات قرآن در نظر گرفته‌اند. و آخر قرآن را اگر بینیم و یا این چاپ کتاب را هم بینیم به مانند قرآن شده است که هر کس به چاپ رسانیده است تعریف آن را نموده‌اند در اینجا به مانند که قرآن چاپ شده است، نام همون فابریکه که به چاپ رسانده است. و همچنین فهرست سوره ها را در نظر گیریم، نگاه کنید که نام سوره است و رقم و اجزاء و پاره های قرآن و همچنین در آخرش در نظر گیرید که صدق الله العظیم نوشته شده است و در آخر خداوند همه را توفیق دهد و آنها را ناگهان و مثلا یک آیت را میخوانیم: فاخذهم الغضب منهم فاخرج الیه ابوهم متوسلا. و همچنین بینید که سرصفحه ها را و نامه های سوره را همچنین به مانند قرآن نوشته‌اند. نگاه کنید که همه که نظریات قرآن در نظر گرفته‌اند. و آخر قرآن را اگر بینیم و یا این چاپ کتاب را هم بینیم به مانند قرآن شده است که هر کس به چاپ رسانیده است تعریف آن را نموده‌اند در اینجا به مانند که قرآن چاپ شده است، نام همون فابریکه که به چاپ رسانده است. و همچنین فهرست سوره ها را در نظر گیریم، نگاه کنید که نام سوره است و رقم و اجزاء و پاره های قرآن و همچنین در آخرش در نظر گیرید که صدق الله العظیم نوشته شده است و در آخر خداوند همه را توفیق دهد و آنها را ناگهان و از این خاطر هر کسی که در کجایی که اگر از مردم ما و شما در پهلوی ما و شما قرآن را دشنا میتد، پیغمبر را دشنا میتد، ما هم حق داریم که او را چی دشنا میتد در جوابش دشنا بتیم. احترام نسبت آدم خوب میکنیم. ما خداوند در قرآن چی میگه؟ واغلظ علیهم. محمد دیگر بر این کافرها تو دیگر گپی نرم نگو، با درشتی با همراه اونها صحبت کن. آن شخص در دیگر دین است، دینش دیگر است، یعنی دینی حضرت عیسی. ما با او گفتیم چرا دین اسلام رو نمیگیری؟ او گفت همین دین رو هم آخرتش جنت است. آیا این حقیقت دارد؟ همسایه‌ای داریم که در دین حضرت عیسی هست. با او وقتی که تکلیف میکنیم که چرا دین اسلام قبول نمیکنیم، میگه عاقبت همین دین عیسی هم جنت است. فرقش چی؟ مطلب همین است. ما با همه دینهایی که بود و همه پیغمبرهایی که در قرآن ذکر شده است البته ایمان داریم. با همه دینهایی که بود ایمان داریم. با همه پیغمبرهایی که از حضرت آدم تا رسول اکرم به زمین آمدن به همگی ما ایمان داریم. لکن امروز قرآن در روی زمین است و رسول اکرم آخران پیغمبری هست که در روی زمین فرآمدند و دیگر بعد این پیغمبر نمی شود. ما هم یک جای تعجبش است، یک جای افسوسش است، چرا که ما ایمانی بر همه دینها و همه پیغمبرها داریم، لکن پیروان عیسی و پیروان انجیل عیسی چرا که رسول اکرم تصدیق نمیکنن با پیغمبریش و چرا قرآن کتاب خدا نمیشمارن؟
این برادری که گفته است عاقبت دین عیسی هم جنت است، این 100% غلط گفته است. زیرا که قرآن چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این الدین عند الله الاسلام. با درستی این که خدای ما و شما میگوید همان خدایی که انجیل روان کرد، همان خدایی که عیسی را روان کرد، همان خدایی که موسی را خلق کرد، همون خدا چی میگد؟ با درستی این که نزد من دینی که نجات دارد این اسلام است، فقط اسلام دینی شناخته شده است. دیگر دینها را خداوند نام نگرفت، بلکه چی گفت؟ بلکه خداوند بر ما و شما میگد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا در قرآن میگوید ای تمام مردمی که در دین موسی هستین، در دین عیسی هستین، یا در دین زردشت که دین زردشت که کلا باطل است، اگرچه باشه ما ایمان داریم، اگر در قرآن باشد، اگر در صف پیغمبرها باشد ما با او ایمان داریم، لکن باوری دارم که این هم یک دینی باطل است. خب خدا خطاب میکند همه شما واعتصموا بحبل الله، شما امروز به چنگ بر ریسمان قرآن بزنین، ولا تفرقوا، دیگر در دیگر دینها داخل نشین. مراجعت خدا بر ما و شما همین است. در دیگر جای قرآن سوره آل عمران چی میگوید خدا؟ و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. این جنت ما از او شخص او دین را هرگز قبول نمیکنم. لن معنای هرگز میتد، هرگز قبول نمیکنم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و مکافات آدمی که در غیر دین اسلام است این زیان در حق جان خود کرده است و او در قیامت نصیب جنت نمی شود. بین از کجا؟ اگرچه امروز حمله های این دین های بیگانه در مردم ما و شما بسیار است، ما و شما احتیاط کنیم، تشنه میمانیم. به خدا قسمی تشنگی ما و شما تشنگی دوره صحابه پیغمبر نیست. اذیت میکشیم، مشقت میبریم، تمام فتنه ها را بالای سر قبول میکنیم، لکن پیروی پیغمبر را از دست نتین و الا شما زیانکار در آخرت میشین. من بر شما همین قدر خاتمه گپ دارم. این بهترین دین است، این بهترین پیروی هست. کسی پیروی عیسی است، کسی پیروی موسی است، هرچی نیکی هم که کند در همین دنیا خداوند نیکیش را جزاش میتد. یعنی او را از او ممکن که مصیبت شد دور کند، ممکن که یک بیماری شد دور کند، لکن فرد او یقینا دوزخی است، او هیچ وقت جنتی نیست. السلام علیکم بابای حاجی. اولا خدا عمر این سوال دهنده را دراز گرداند. من زنا کردم، با چشم کردم و با دستهایم کردم، دل و نیتم خیلی بد بود، حتی که با آدمی نزدیکترین خانمان هم دل و نیتم بد بود. من این سخنهای شما را شنیده فهمیدم که من آدمی بدترین بودم. من چیکار کنم که خدا گناه مرا ببخشد؟ من از شما التماس میکنم که به این سوال من جواب دهید. من این سوال چندین بار جواب گفته بودم، باز بر شما جواب میگم. کدام شما جوانهای عزیز اگر زنا کرده باشین، با کدام طریقه نباشد، خواه به چشم، خواه به دست، خواه به بدن، اگر شما در بین عرق نوشی کرده باشین، اگر شما در بین دلازاری کرده باشین، اگر شما در بین بینمازی کردین، امروز که شما به درگاه الهی نزدیک شدید، شما توبه صدقاً که کردید، خداوند همه گناه شما را مغفرت کردگی هست. با یک دل پره تو باوری کن که گناههای تو در نزد خدا بخشیده شده است. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که معنای حدیث امین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است. کسی توبه صدقاً میکند او چی هست؟ به منزله شخصی هست که مثل از مادر با یک فطرت تازه که در وجود هیچ غلط، هیچ خطا، هیچ سیاهی نیست، مثل همون هستید شما.
از این خاطر دهیه کلبی را تماشا کنید. 60 سال حیات خودش در کفر گذرانید. 60 سال پادشاه بود. نزد پیغمبر خدا آمدن. رسول اکرم وقتی گفتند من این 60 سال میدانی که چندین دختری خودم که حتی از 20 نفر زیاد به دست خود زنده گور کردگی هستم،